مبارزان و نگاهبانان ایران زمین. در شرایط حساس کنونی همانطور که آگاه هستید، ایران بیشتر از هر روز به فداکاری و یکپارچگی همه شما قهرمانان و مبارزین راه وطن نیاز دارد تا اشغالگران و اهریمنان آخوندی را که چنگ در حلقوم ملت فرو برده و سرمایه‌های مردم را به یغما و تاراج میبرند و جوانان غیور ما را بیگناه به جویخه‌های دار میسپارند، در سایه اتحاد و دوستی بیرون انداخته و کشور را از این ویروس‌های خطرناک و آلوده نجات دهیم. از این رو نگهبانان پرچم شیر و خورشید ایران و کانون کنشگران ایران از شما دعوت می‌نمایند برای پایان دادن به این ننگ تاریخی و ملی به یکدیگر بپیوندیم تا شاید بتوانیم به یاری اهورای پاک ایران را از وجود این جرثومه‌های فساد پاک گردانیم. زمان و مکان گرد همایی یک شنبه 14 آگوست 2016 از ساعت 15 تا 17 بعد از ظهر در میدان سرگلستوریت استکهلم. پاینده ایران برافراشته باد پرچم شیر و خورشید ایران.